الهی و امید تو. توی این کلیپ قرار نمونه سوالهای مهم و امتحانی فصل 5 ریاضی 8 رو با هم دیگه بررسی کنیم. سوال اول گفته که درستی یا نادرستی عبارتهای زیر رو با قرار دادن علامت تیک یا ضرب مشخص کنید. اولیش گفته که اگه دوتا بردار قرینی هم باشند، هم راستا و هم جهتند ولی اندازه‌شون متفاوته. خب مشخصه که این جمله کاملا اشتباهه. چرا؟ چون تعریف بردار قرینه این بود: دو بردار قرینه هم راستا هستن، هم اندازه هم هستن، ولی یه ویژگی خاص دارن، جهتشون خلاف همه، یعنی خلاف جهت هم هستن. ولی اینجا نوشته هم جهت که اینجاش اشتباهه. این قسمتش هم که نوشته اندازهشون متفاوته اینم اشتباهه. پس اولی شد اشتباه. دومیش گفته که تجزیه یک بردار یعنی رسم دو بردار که حاصل جمع آنها برابر با بردار اولیه باشه. کاملا درسته. گفتیم این تعریف تجزیه دو تا بردار هستش. توی تجزیه دو تا بردار ما می اومدیم اون برداری که به ما داده شده رو داخل راستاهایی که بهمون داده، یعنی اون نقطه چین ها، تجزیه می‌کردیم. میگفتیم که دو تا بردار داریم که جمعشون میشه این برداری که برای ما کشیده شده. سومیش گفته که اگه عدد 1 یا -1 در برداری ضرب بشه، اندازه و راستاشون تغییر نمیکنه. خب کاملا داره درست میگه. توی ضرب برداری بچه‌ها هیچ موقع راستا تغییر نمیکرد. حالا چون عددهای من 1 و -1 هستن، عدد 1 خاصیتی که داره اندازه رو تغییر نمیده. مثلا تو اگه 4 رو ضرب در 1 کنی، خب اندازه‌اش تغییر نمیکنه، همون 4 میمونه. به خاطر این توی ضرب هندسی بردارها یا ضرب مختصاتی بردارها هم عدد 1 رو که ضرب میکنی یا عدد -1 رو که ضرب میکنی، اندازه رو تغییر نمیده. بچه دقت کنید. درسته مثلا میگی -1 خب مقدارش رو یه عدد منفی میکنه. حالا بعدن توی سالهای بالاتر میخونید که اندازه یا طول بردار تغییر نمیکنه، یعنی ضرب توی -1 طول بردار رو تغییر نمیده. خب سوال دوم گفته که جاهای خالی رو با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. قسمت الف گفته اگه مؤلفی اول یا طول برداری 0 باشه، آن بردار موازی محور جای خالی است، عرض یا طول. اگه طول 0 باشه یعنی فقط عرض داریم. اگه طول 0 باشه خب یعنی فقط عرض داریم، عرضمون عدد داره. مثلا اینجا 0 و 1 یک بردار یکه بود که روی محور ارزها هم بود، یه بردار یکه که روی محور ارزها بود، پس موازی محور ارزها هم قرار داشت. پس اگه برداری طولش 0 باشه، دقیقاً اون بردار موازی محور ارزهاست. حالا اگه گفته بود طول ارزی 0 موازی کجا میشد؟ موازی محور طولها. اونایی که توی کلاس گروهی بودن اینو دقیقاً متوجه هستن که دارم چی میگم. اگه مؤلفی اول یا طول 0 باشه، آن بردار موازی محور ارز هاست. شما با بردارهای یکه یعنی آی و جی مقایسه کنید. آی مختصاتش چی بود؟ 1 و هیچ. جی مختصاتش چی بود؟ 0 و 1. خب آی روی محور طول ها قرار داشت و موازی طول ها بود. جی روی محور ارزها قرار داشت و موازی ارزها بود. حالا ویژگی‌هاشون دقت کنید. اینی که موازی طوله فقط طول داره، این هم که موازی ارزه فقط ارز داره و قسمت طولش 0. پس اینجا توی سوال 2 قسمت الف اینجا باید ارز بنویسیم. خب دو قسمت ب، عدد غیر صفر را در یک بردار غیر صفر ضرب کردیم. یه عددی اومدیم داخل یه برداری ضرب کردیم. گفته جهت بردار عوض شد. خب چه زمانی جهت بردار عوض میشد؟ زمانی که اون عدد منفی باشه. پس اینجا می‌نویسیم منفی. قسمت پ گفته ضرب یک عدد غیر صفر در بردار غیر صفر جای خالی بردار را حتما تغییر نمیدهد. همین الان راجع بهش صحبت کردیم، گفتم که توی ضرب عدد توی بردار راستا هیچ وقت تغییر نمیکنه. پس کلمه راستا رو علامت میزنیم. خب سوال سوم، سوالات 4 گزینه‌ای. گفته که در هر یک از سوالات زیر گزینه صحیح رو با علامت تیک انتخاب کنید. خب اولیش گفته که حاصل جمع سه بردار روبرو کدوم گزینه هستش. گفته این سه تا بردار رو با هم جمع کنیم، یعنی بردار A با C با B رو جمع کنیم. جوابش چی میشه؟ خب بچه‌ها دقت کنید. اگر که شما بیاید سریع بگید که آقا A و C پشت سر هم قرار گرفته، پس جوابش میشه B و گزینه الف رو انتخاب کنید، در واقع سوال اشتباه حل کردید. چرا؟ چون به من گفته هر سه تا بردار رو با هم جمع کن. خب
ما میدونستیم دو تا برداری که پشت سر هم هستن با روش مثلثی جمع میشن. یعنی الان A و C که پشت سر همن با روش مثلثی جمعشون میکنم. جمع A و C میشه B. پس A و C رو با هم جمع کنم میشه B. به جاش می‌نویسم B. پس A و C رو خط میزنیم، به جاش می‌نویسیم B. چرا؟ گفتم جمع این دوتا برداری که پشت سر همه با روش مثلثی شروع رو به پایان وصل میکنیم که همون بردار B میشه. خب حالا بردار B یه مرتبه دیگه با B جمع بشه، جواب میشه 2B، یعنی گزینه G. در واقع توی حل این سوال از من خواسته 3 تا بردار رو با هم جمع کنم. اگه به من گفته بود که فقط بردار A و C رو با هم جمع کنم، اون موقع جواب گزینه الف میشد. ولی اینجا به من گفته هم A هم C هم B رو با هم جمع کن. A و C رو که میتونم با روش مثلثی جمع کنم، B رو نمیشه با روش مثلثی باهاشون جمع کرد، چون ببینید B پشت سر اینا کشیده نشده. پس من A و C رو که پشت هم کشیدن اول با هم جمع میکنم، جوابش میشه B. حالا B با خود B جمع، یعنی جواب A و C که شد B، با خود B هم جمعش کنیم میشه 2 تا B، یعنی قدرتشون 2 برابر میشه. 2 تا B که با هم جمع بشن قدرتشون 2 برابر میشه. خب بریم بعدی. گفته که اگه این 2 تا بردار، این بردار و این بردار مختصاتشون رو به من داده، گفته همراستا باشن، همجهت باشن، هم اندازه باشن. خب ما میدونستیم تعریف همراستا، همجهت و هم اندازه یه مفهوم رو به من میرسونه، یعنی این 2 تا بردار با هم چی ان؟ مساویه. خب گفته مقدار x و y رو پیدا کن. خب 2 تا بردار مساوی مختصاتای مساوی دارن، یعنی یه بار بالاییاشون با هم مساویه، یه بار پایینیاشون. پس بالایی‌ها رو با هم برابر قرار میدم، میگم 2x به علاوه 4 مساویه با 4x. خب این معادله رو حل کنیم. 2x بیاد این سمت، 4 اونجا میمونه، میشه 4x منهای 2x. ببین 2x که اومد سمت دیگه تساوی علامتش تغییر کرد. حالا 4x منهای 2x که میشه 2x. این ورم که عدد 4 رو دارم. خب x رو میخوایم، این 2 میره مخرج 4، پس میشه x برابر با 4 دوم که میشه 2. x شد عدد 2، پس گزینه ب و گزینه جیم رد شدن. خب y رو میخوایم، پایینی هم با هم قرار میدم، میشه منفی y مساویه با 3y به علاوه 12. این معادله رو حل کنیم. 3y بیاد این سمت، میشه منفی 3y با منفی y میشه منفی 4y. اونم 12 هستش، دو طرف رو به منفی 4 تقسیم کنم، y میشه با برابر با منفی 3، یعنی گزینه دال جواب نهایی هستش. اینجا که نمیشه y برابر 3 اشتباه. خب من اضافه ها رو پاک میکنم، هر جایی که لازم شد میتونید کلیپ رو نگه داری و نوشته ها رو یادداشت کنید. خب قسمت سومش سوال خیلی جالب و مهمی هستش که از مفهوم تجزیه بردارها باید کمک بگیریم. گفته که اگه ای جمع یا مجموع دو تا بردار m و n باشه، اون موقع کدوم شکل نادرسته؟ رسم شده. خب ببینید قسمت الف ای بردار برآیند من هستش، بردار مجموع یعنی بردار برآیند. خب آیا ای رو تجزیه کنیم n و m به دست میاد یا اشتباه کشیده شده؟ ببین توی راسته‌هایی که به من داده، اگه من قرار باشه ای رو تجزیه کنم، میگم از انتهای ای یه بار موازی این پایینی رو میکشم. خب موازیش اینجوری میشه، ببین یه خورده بالاتر میاد که اینجا رو فلش میزنم و n رو میکشم، یعنی n باید بزرگتر از این کشیده میشد، در حالی که اشتباه کشیدم. خب حالا پایینی برای دوباره ببین از انتهای ای موازی این یه راستا بکش، از انتهای ای موازی این یه راستا بکشم، اینجوری میشه، یعنی راستای پایین توی این نقطه قطع میشه. اینجا رو که پررنگ میکردیم m باید اندازش اینقدر باشه، اینجا بزرگتر کشیده، پس گزینه الف کاملا اشتباه کشیده. گزینه الف اومده کاملا اشتباه شده. ولی گزینه ب رو نگاه کن، این بردار ای برآیند منه و اگه دقت کنید دقیقاً روش متوازی الاضلاع تمام قواعدش اینجا رعایت شده. از انتهای ای موازی این راستای پایینی کشیده تا راستای بغل رو توی این نقطه قطع کرده، حالا بردار n رو کشیده، بعد از انتهای ای موازی این راستا کشیده تا راستای پایینی رو توی این نقطه قطع کرده، بعد بردار m رو کشیده. پس این کاملا درست رسم شده. بردار جیم و بردار دالم اگه دقت کنید متوازی الاضلاع رو داخلش میتونید ببینید و یه روش راحت‌تر این بود که بگه آقا این متوازی الاضلاع تشکیل شده، اینم متوازی الاضلاع، اینم مربع که نوعی متوازی الاضلاع
ولی اینجا داره زوزنقه میبینم که اصلا ربطی به روش متوازی العضلات نداره. ولی خب گفتم تجزیه و تحلیل کردنش اینه، روش تجزیه کردن یک بردار رو باید کامل شما دقیق بلد باشید. سوال 4 گفته که بردار مجموعه بردارهای داده شده رو رسم کن، سپس یه جمع برداری و جمع مختصاتی هم براش بنویس. اول جمع هندسیش. بچه جمع هندسیش ببین هیچ مهم نیستش از کدوم بردار شروع میکنی، از یکیشون شروع کن، از یه نقطه هر سه تا رو پشت هم بکش. چرا پشت هم؟ چون سه تا بردار دارم، باید با روش مثلثی جمعشون کنم. خب من مثلا میخوام بی رو اول بکشم، بی رو اول میکشم. بی ببین چجوری حرکت کرده، سه تا اومده راست، دو تا بالا، سه تا راست، دو تا بالا. مثلا من میخوام از این نقطه شروع کنم به کشیدن بی، سه تا میرم راست، دو تا بالا، انتهای بی میرسه اینجا. خب بردار بی رو رسم میکنم. حالا میرم سراغ مثلا بردار A یا بردار C، فرقی نداره، بردار A رو بکشیم. بردار A به این شکله، سه تا راست، یکی پایین، یک دو سه، یکی پایین. این هم شد بردار A. خب حالا بردار C مونده. بردار C یه دونه داره عمودی بالا میره، هیچی چپ و راست نمیره. بردار A رو از اینجا میکشم، اینم یه دونه رفت بالا. بردار C. خب حالا من میخوام جمع برداریشو بکشم، میگفتم شروع رو اینجا شروعش میشد به پایان وصل کنم، اینجا هم پایان. این بردار مشکی میشه بردار برآیند. تو هیچ فرق نمیکرد اول کدومو بکشی، یا میتونستی مثلا اول A رو بکشی بعد B رو بعد C رو، هیچ تفاوتی نمیکرد از کدوم شروع کنیم. ولی خب باید اینو دقت میکردیم که بردارها باید پشت سر هم رسم بشن، بعد شروع رو به پایان رسم کنم. این میشه بردار برآیند. حالا گفته یه جمع برداری براش بنویس، یه جمع مختصاتی. جمع برداریش که این میشه A به علاوه B به علاوه C مساوی با این بردار مشکی که اسمشو میذارم D. علامت بردار بالای تک تک این عبارت ها قرار میگیره. حالا مختصات A چیه بچه‌ها؟ مختصات A نگاه کنید، از اینجا کمک بگیرید، سه تا راست یکی پایین، سه تا راست یکی پایین، میشه مثبت 3 منفی 1. بردار B مختصاتش چیه؟ سه تا راست دو تا بالا، مثبت 3 مثبت 2. اینجا که به علاوه است. بردار C مختصاتش چیه؟ چپ و راست که نرفته، یه دونه رفته بالا. خب چپ و راست نرفته یعنی طولش صفره، یه دونه بالا میشه مثبت 1. حالا این سه تا رو که با هم جمع کنیم، مختصاتای بالا با هم، مختصاتای پایین با هم، 3 با 3 6، 6 و هیچ میشه 6. منفی 1 و 2 میشه 1، 1 با 1 هم میشه 2، شد 6 و 2. خب 6 و 2 باید بردار دی طول 6 و 2 باشه. ببینم واقعا رعایت شده یا نه. ببین از ابتدای دی شروع کنم، 1 2 3 4 5 6، 6 تا اومدم راست، 2 تا هم رفته بالا دی، پس کاملا درست حل شده. خب سوال شماره 5 گفته که در شکل زیر بردارهای نیرویی که 4 نفر برای کشیدن جسم بر آن وارد میکنن رسم شده. با رسم بردار برآیند نیروها رو بیاید مشخص کنید که جسم به کدوم سمت داره حرکت میکنه. خب خوب که شکل رو دقت میکنم، میبینم نیروی A رو به سمت بالا جهتش بالاست، نیروی B جهتش رو به پایینه و اندازه هاشون هم دقیقاً هم اندازه هستن، منتها جهت ها خلاف همن. خب این منو یاد تعریف بردار قرینه مینداخت، یعنی بردار A و B قرینی همن و جمع دو تا بردار قرینه هم همیشه میشه 0، یا به اصطلاح ساده تر A و B همدیگر رو خنثی میکنن، یعنی نیرویی از سمت این دوتا بردار بهش وارد نمیشه، فقط از سمت بردار C و D داره بهش نیرو وارد میشه. بعد زمانی که دوتا بردار با ابتدای مشترک بودن، از روش متوازی العضلات رو جلو میرفتیم. روش متوازی العضلات چجوری بود؟ من از انتهای C موازی D میکشم، خب از انتهای D هم موازی این C یعنی همراستا با این میکشم. اسم این بالایی رو میذاشتیم دیپرین، اسم این یکی هم میذاشتیم سیپرین. کجا هم دیگه رو قطع کردن؟ اینجا. خب قطر این متوازی العضلات رو رسم کنیم دیگه. قطر این متوازی العضلات میشه بردار برآیندم، قطری که از شروع رسم میشه. اینم یه قطر شما، ولی اونی که از شروع رسم میشه بردار برآینده. خب اینم شد بردار برآیند. این قرمزه که میتونم اسمش رو هر چی دلم خواست بذارم. اینجا میذارمش مثلا بردار A. بعد جمع برداریش هم براش می‌نویسم C به علاوه D مساوی با بردار A.
قایق یا این جسم کدوم سمت حرکت میکنه؟ به سمت A، یعنی سمت تقریبا میشه گفت راست، و متمایل هستش به بردار دی، به اون برداری که اندازه بزرگتری داره تمایل بیشتری داره، سمت اونه، جهت اونه. خب تا اینجا کافیه. صفحه دوم داخل یک کلیپ جداگانه براتون ضبط میکنم.